بلندی 3,500 متر از سطح برق قرار داشته شغل اساسی باشندگان اینجا را چاروداری تشکیل می‌دهد. مطابق اطلاعات آماری در اینجا زیاده از 26,000 سر حیوان شاخداری کلان و بیش از 10,000 سر مال میده پروای و پرورش یافته ایستاده است. زمستان سال روان نسبت سالهای پیشین قدر خنک‌تر آمده، بارشات پی در پی آخرهای ماه مارت وضع چاروداران را کاملا وزنی نمود. بارشات تاریخ 26 27 و 28 ماه مارت که شده گذشته بود برای ساکنان و باشندگان جماعت دهات سجد مشکلات زیادی را به بار آورد. از جمله مشکلات پیش از همه برای چارواپروران جماعت دهات سجد و هم چارواپروران ناحیه‌ای که در حدود جماعت دهات سجد فعالیت می نمایند، یعنی وضعیت آنها مشکل گردید. وضعیت پیش از همه مشکل در آن گردید که یعنی آن چراگاه های زمستانه که بودند، مال میده که در آنها چرانده می شد، یعنی اکثریت مال میده، یعنی همه امون چراگاه ها با برف یعنی پوشانیده شدند و دیگر یعنی چه مال میده چه قطوس یعنی دیگر به همون چراگاه ها یعنی برده مشکل بود و یعنی این مشکلات زیادی را به بار آورد. و از یک طرف اگر گیریم اون ذخیره هایی که حتی خواجگی های دهقانی فرمیری و چی خواجگی های شخصی حتی ذخیره همون از سالهای پیش داشتند، یعنی همون ذخیره هم همون که برای همین مال میده و چاروا این سال بسندگی نمی کرد و امروز چنانه که شما شاهد اول هستید، امروز در وادی جوشنگوز اصلا یعنی زمستان حکم فرما است و این یک مشکلی رو برای مردم آورده رسوند. و ما برای حل این مشکلی ما با صاحبکاران مصلحت کردیم و حتی با خود کمک رئیس ناحیه راشقلعه محترم نظر شاهزاده لایق بود که یعنی ما کم و بیش خوراک چاروا رو در وادی جوشنگوز و در حتی در بعضی قشلاق‌های پایانی حدود جماعت یعنی از طرف صاحبکاران یعنی تامین کرده شد و امروز هم یعنی با نرخ از 5 تا 1 کیلوگرم علفی که فروخته میشد از 5 تا 680 یعنی سومانی یعنی برای مردم میفروشند. از روی اطلاع کارمندان استانسیه آواشناسی موضع جوشنگوز غوصه برف در منطقه علایده از 1.5 متر زیاد رفت. شدت شمال و بارشات زیاد مکانهای غذاگیری قطاسها را زیر تصرف قرار داد. در یک وقت بر اثر ترمفرایی قسمت‌های علایده راه مرکز جماعت تا موضع جوشنگوز برای حرکت نقلیات ناممکن گردیدند. مشکلی حتی با خود روسازان ناحیه و حتی جماعت مشکلی پیش آورده بود و در همون تاریخ 26 27 و 28 ماه مارت که گذشته بود یعنی برف بسیار باریده بود و حتی در مساحت 10 کیلومتر از مرکز جماعت تا موضع کوک یعنی راه ها همه بسته شدند. فقط در همین موضع راه ها بسته شدند، یعنی در همین موضع افترمه فرامده بودند و با سپارش رئیس ناحیه و ستاد ناحیوی که آید مسئله زمستان گذرانی یعنی بود علاقه به جماعت دهات سجد دو تکنیکای روسازی سفر برگردیدند و حتی خود سردار اداره راههای ناحیه راشقلعه خب کارمندان بازرسی اتومبیلی در ناحیه هم خودشون در همینجا شب و روز کار کردند و راهها در طول 4 روز
کشوده شدند. ساکنان این موضع یادرس میشوند که بر اثر بارشات آدمان یکدیگر را تنها در مسافه 8-9 متر فرق میکردند، ولی نوابسته از آن تحصیل خوانندگان در مکتب قطع نگردید و فرزندان روستاییان در چنین حالت هم تحصیل میکردند. وضع به عمل آمده نه تنها چاروداران حلایده بلکه تمام خواجگی ها را با مشکلات مواجه گرداند. استفاده ذخیره خوراک چاروا بر اثر ناممکن گردیدن چراندن حیوانات بیرون از آغیل به مراتب زیاد گشت و در خواجگی های حلایده تلفات چاروا به نظر رسید. با دستگیری مقامات اجرایی حاکم دولتی ناحیه مسئله تامینات چاروداران با خوراک چاروا بهتر گشته، توسط نقلیات با دستگیری صاحبکاران که میانشان همزلی قربان نظر و تشبث بیشتر نشان داد، مقدار معین غذا دسترس گردید. خواجگی دهقانی غلام دارای 420 سر مول میده، 60 سر قطاس و 14 سر برزغا بوده، ذخیره خوراک چاروا در حجم 320 سنتنر ارزی وجود میکرد. حال حاضر باشد در این خواجگی 35 سنتنر خوراک چاروا باقی مانده است. در فصل تیرمو در خواجگی فرمری غلام 260 سنتنر خوراک درشت چاروا ذخیره کرده شده است، لیکن نسبت بر سالهای پیش باشد 60 سنتنر دیگر ذخیره کرده بود. جمع خوراک درشت چاروا در خواجگی 320 سنتنر در فصل با یکم ینوار سال 2021 در خواجگی ذخیره کرده شده بود، لیکن از جهت وزین آمدن زمستان 2021 اولو 35 سنتنر خوراک درشت چاروا باقی مانده است و دیگر خوراک درشت چاروا را برای چاروا صرف کرده بودیم. حال حاضر بر خاطر پیشگیری تلفات میباده در برابر تامینات با خوراک درشت چاروا این چنین مقدار معین سبوس نیز وارد جوشنگاز گردانده شده، بیش از 120 خلطه نمود دیگر خوراک نیز دسترس گردید. با در نظر داشت وضع این منطقه در فصل سرما، مقامات اجرایی حاکم دولتی ناحیه رشقاله تصمیم گرفت که تا سال آینده یک عدد تکنیک راداری را با سوزشواری به این منطقه جدا نماید. بارشات سال روان باری دیگر هشدار میدهد که زمستان کوهستان در همه دور زمان ناپیشگو بوده هست و میماند. از این رو ذخیره هرچه بیشتر مواد خوراکه برای چاروا در منطقه‌های دوردست ولایت تقاضای زمان بوده، عامل بزرگترین در پیشگیری تلفات چاروا باقی میماند.